خب در گام اول باید نویزگی رو به پریز تلفن و اون سرش رو به مودم وصل کنید. همونجا که توی عکس سمت چپ دارید میبینید یه سرش یه دونه جای سوکت داره که اونو باید وصل کنیم به پریزی که روی دیوار هست و اون سرش که دو تا جای سوکت داره اونی که عکس کامپیوتر داره یا برای بعضی نمیشه DSL اون وصل میشه به پشت مودم و اون سرش که عکس تلفن داره وصل میشه به پشت گوشی تلفن. خب یه صفحه مرورگر باز میکنیم، در قسمت آدرس بارش تایپ میکنیم 192.168.1.1 میزنیم اینتر. در قسمت یوزرنیم ادمین، پسورد ادمین، لاگین رو میزنیم، وارد میشیم، بالا سربرگ ستاپ رو میزنیم. اینجا یه کانکشن از قبل داره، اینو من معمولا به سلیقه خودم پاکش میکنم، میگم شاید تو کار اذیت کنه. اینجا در حالت ATM داره PTM، موقعی که میخوایم VDSL کانفیگ کنیم بعد بذاریم PTM. اینم که میذاریم PPPoE. در قسمت یوزرنیم همون یوزرنیمی که از شرکتی که سرویس VDSL رو خریدیم وارد میکنیم. اگر ندارید بعد به اون شرکت زنگ بزنید که آقا میخوام بدونم یوزرنیم و پسوردم چیه. در قسمت پسوردمون رو وارد میکنیم، همون پسوردی که شرکت ISP بهمون داده. ادو میزنیم و این پایین اضافه میشه. حالا میخوایم اسم وای فای رو تغییر بدیم، میایم در قسمت WLAN بیسیک، تو قسمت SSID اسم وای فای اون هرچی دلمون میخواد میذاریم. من اسم کانال هم میذارم، اپلای میکنم و منتظر میمونم که سیو بشه و توی سیستم بشینه. خب این تا آخر بره کانال رو سابسکرایب کنید، نظر بدید، بگید کانفیگ چی رو میخواید، اگر داشته باشم که حتما براتون آموزشش رو میذارم. این از این. حالا میام در قسمت سکیوریتی، باید پسورد وای فایمون رو اینجا وارد کنیم. بهتری که ترکیبی از اعداد، حروف بزرگ، حروف کوچیک و سیمبل ها باشه و حتما 8 کاراکتر به بالا. این هم میزنیم اپلای تا دوباره سیوش بشه. کاراکترها بیشتر، هک کردنش از یک روش سخت‌تر، یعنی خب به روش های دیگه اون چیزی که اکثرا باعث هک میشه این WPS که الان اینو براتون غیر فعالش میکنم. آره اینجا میای ببینید دیزیبل تیک خورده، یعنی غیر فعال هست. خب اگر تیک نداشت تیکشو بزنید.